زندگی پستی و بلندی دارد. از تو خواهش میکنم با فرزندم دست نرسون. اصلا شما در برنامه قبلی همسرتون رو خیلی تعریف کرده بودید که شکر زنم انسانی خوب است. چرا یک برا بدیم طرف نه میگه پگی گفت رسون میگه پگی گفت اویله من نمیخواست که من در طور سرش خوجاینی کنم. گپ رو من باوری نکردم که اویله من یعنی که مرا به سود داده است. وقتی که من 13 سال زندگی کردم 13 سال برادرها بعد کدام شخصی که برای گرانیسا گذاشتن میخواد که تاکسی ببرینو کمپانی که بخره برای شما سوید میتونم این برادر خیلی طول یک سال کار میکنم 100% گارانتی خاطی که اولش خداوند بعد همه یک کده سوق سلامت بردن میرسونتون. رقمو در روی اکران زنگ بزنین اینو میمو گپ زنین حتما سکیت کرده میشود. ماشینش ماشین کامفورتیا. درود عزیزان، باز یک روز زیبای فصل تابستان رو برایتون بخیر میگویم و امروز صحبت داریم در لب دریای زیبای شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان همراه با دلاور نگمتوف، یک از هنرمندان تئاتر دولتی جوانان که در چندین فیلم های داخلی و خارجی نقش بازی کرده است و باید گفت که این برنامه نام گرفته است ستاره ریز و امروز مهمان برنامه ما هنرمند شناخته دلاور نگمتوف و چون میگویند زندگی دریاست، امروز از دریای زندگی آمدیم به دریای حقیقی و در لب دریای زیبا صحبت داریم با دلاور نگمتوف. سلام علیکم، شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه ستاره ریز. سلامت باشید. زنده باشید. بار دیگه شما رو خوش آمدید میگویم. پس از یک سال سکوت دوم باره این برنامه ماست با دلاور نگمتوف. سال قبل هم ما یک برنامه داشتیم که خیلی در شبکه‌های اینترنتی بیننده زیادی داشت. صحبت کردیم. بله و باید نخست از کارهای ایجادی نو صحبت میکنیم. امروزها با چی کار بار مشغول هستید و پای کدام فیلم نو در ثبت کدام فیلم نو مشغول هستید؟ یک فیلمی دیروز با فیلمی 17 سریاگا فیلمی روسیسکی ما نقش بازی کردم. من در نقشی این افغان رو بازی کردم. یعنی شما در اونجا در نقش افغان بودید؟ افغان بازی کردم. این فیلم از 17 سری عبارت است. بله. در کجا ثبت شد این فیلم؟ در طرف خراسان. یعنی در ناحیه خراسان ثبت شد. بله. در پلیگون. این فیلم رو کینو نوارگیران روس به نوار گرفتن؟ بله بله. این استیصالی یعنی فیلم روسی است. اساسا محتوا و مضمون فیلم چی رو در بر میگیرد بیشتر؟ در اینجا باید من نقشی که من میآفرم همون نقشی که من میآفرم باید همون در نقش گلامن گیروی همون گلامن گیروی رو باید یعنی که به قتل رسونم. یعنی این کار رو شما میکنید؟ من میکنم. بله. چرا محض نقش افغان رو به شما دادن؟ سوال برای چی؟ یا که به افغان ها مانندی داری همیسا؟ من راست گپ همین شکلی من همین یعنی که صورت من به افغان ها نه که به اوبوشون بسیار سخت مانند است. از همین حساب نقش افغان ها رو به شما دادن؟ همین اکثریتی مثلا فیلم هایی که از سنی مثلا 9 سالگی هم که من در تئاتر کار میکنم از سنی 9 سالگی هم تا امروز من در نقش منفی میآفرم. با من نقش منفی میتید. شما این حال چند ساله هستید؟ من 38 ساله هستید و از 9 سالگی شما در تئاتر فعالیت میکنید. یعنی که 29 سال میشود که شما در راه ایجاد هستید. بله. دلاور 29 سال میشود در همچون هنرمند تاجیک در راه صنعت، در راه ایجادیات و نقش آفریدن در فیلم های تاجیکی و خارجی سهم دارد. دلاور باید گفت که در برنامه قبلی چطوری گفته بودیم در خوابگاه در محله 46 زندگی میکند و یک وقت شما رو از خوابگاه رانده بودن به فکرم. بله. وقتی که من اویله من رو به سود دادن
من در خوجام بودم راستی گپ رو بگم که من درک نداشتم که اویله من وقتی که من 13 سال زندگی کردم 13 سال من 13 سال زندگی کردم اویله که تماما سواد نداشت تا صنف دو میخوند تماما سواد نداشت من از نایه دوردست از درون پخته همون آدم رو گرفتم آوردم یعنی که نکاح کردم 13 سال من با اون که زندگی کردم من نمیدونم که با گپی کی رفت امروز کی مسئولیت داد که تو از همین آدم جدا شو 3 وقت میخورد 3 وقت میپوشید پول کوارتیر دادگی بود یگان پرابلم نبود باور کن من کمبودی دارم اویله من نمیخواست که من در طور سرش خوجاینی کنم من میگفتم که این کار رو نکن وای برعکس همین کار رو 10 باره همین کار رو میکرد میگفتم که خونی همون همسایه نرفت وای برعکس 10 باره همین خونی همسایه میرفت. اصلا شما در برنامه قبلی همسرتون رو خیلی تعریف کرده بودید که شکر زنم انسان خوب است چرا یک باره حال و احوال بود و هوای خانوادگی دیگر شد؟ من نمیدونم راستی گپ رو بگم من نمیدونم که چرا این کار شد. پیش از سفر خوجان یگان مناقشه کرده بودید شما؟ نه یگان مناقشه نکردیم وقتی که من پولی خوابگاه رو دادم 750 سومون رو گفتم که 750 سومون رو گرفته با خوابگاه یعنی که رئیس خوابگاه ده 400 سومون دیگه گفتم که گیر یعنی که گرسنه نمونید. من با سفر هنری رفتم از طرف تئاتر جوانان با نمایشنامه مادر من رو بومش با شهر خوروق رفتم. من در خوجام بودم خوروق رفتم از خوروق خلاصه ایگه با خوجند اومدیم وقتی که با من زنگ زدن معاونی سودیه نویه فردوسی با من زنگ زد که نگمت و دلوار شما هستید. من گفتم که من فکر کردم که از یگون کینستودی است. گفت که اویله شما رو با شما عریضه نوشته است. من گفتم کی است عریضه نوشته است؟ من حیران شدم. اویله شما یعنی که عریضه نوشته است که من باید یعنی که از من جدا شود. راست گپ رو بگم که من تخمینا 4 روز یا 5 روز نه یعنی که خوراک خوردم یا که یگون یعنی که آو نوشیدم. من راست گپ رو بگم من باوری نکردم که اویله من یعنی که مرا به سود داده است. این حالت پس از چند روز سفر خدمتیاتون رخ داد؟ تخمینا 7 روز بعد از 1 هفته بله. در سفر خدمتی بودنتون؟ بله. اصلا از زنتون نپرسیدید که سبب این کارش چی است؟ برای چی این کارو کرده است؟ شاید یک دیگر فهمی میکردید؟ من با اون که زنگ زدم بعد که وقتی که اردم چی سودی نویه فردوسی با من زنگ زد بعد اون وقتی که اون که من زنگ زد و بعدا من با اویلم زنگ زدم گفتم که چرا این کارو کردی؟ گفت که من با تو زندگی نمیکنم. خب دوستان عزیز همه شما ما میدونیم که دلوار نگمتوف هنرمند تئاتر و سینماست و از اینجا برای شرط میگذاریم در 3 نقش بازی کنند. نقش اول شما راضی باشید نقش رو بازی کنید که شما همسری دغل گفتار دارید ولی خیلی مردی خوش سخن و خوش رفتار هستید. جنبی نوربردار میگرده و نقش رو بازی میکنید. التماس این کارو نکن. زندگی پستی و بلندی دارد. از تو خواهش میکنم با فرزندم دست نرسون. خواهش میکنم این کارو نکن. چیزی که تو میگویی من تامین میکنم. از تو خواهش میکنم.
این کارو نکن. من برای فرزندایم جانم رو دریغ نمیکنم، لیکن تو این کارو نکن. فرزندایم رو عذاب نده. بیننده های عزیز، فکر میکنم که دلوار از عهده نقش به خوبی برآمدن و اجرای نقش دوم رو میبینیم در نقش مرد جاهل و بدرفتار بدگفتار. بیاید ببینیم که نقش آن مردانی که خیلی رفتاری بد میکنن چگونه است. شروع میکنیم. وقتی که ما ثبت برنامه کردیم در چند جا شیشتین گفته این که خیل میرزای خیلی و خیلی مرا سیگه برای ما رسید گپ چپتون که بسیار باید بدتون دیدم که همونجا نخوا که مردک خیلی نمیشه و اکا مردک باید مردک باشه. برای چی؟ اکا کی گفت همین گپا؟ مثلا من ششتگی بدم. نه همین گپا کی گفت؟ ما ششتگی بدیم طرف. نه همین گپا کی گفت؟ رسم همین گپا کی گفت؟ رئیس جان، کار روز تا روز شکر خدا در شرکت بهتر شده است. زندگی آسان است. هر روز نرخ و نوا بالا می شود. خواهش میکنم معاشم رو کمی دیگر بالا کنید. گوش من کن. نمیخوام با مهاجرت از فرزندانم دور شوم. گوش کن، معاشت چند سوم است؟ 1200 سوم. 1200 سومون. اگر خواهی من 1100 سومون معاش تو رو میکنم. اگر خواهی کار کن، نخواهی 100 نفر اجرت است. رئیس جان، به انصافی نمی شود. کمی رحم کنید شما. منم فرزند دارم. ای گوش کن، خواهی همین خیلی، نخواهی برا. بیننده های عزیز، با امید روزهای خوب و آسودگی در زندگی شما عزیزان دل، طول چند دقیقه بودیم با هنرمند تئاتر و سینما دلوار نگمتوف و برای بالیدروهی شما، برای روزگار شما این برنامه رو ثبت کردیم و امروز دلوار قصه کرد از زندگی ویران شده خود، فیلم نوی خود و در ایجادیات نوبتی هنرمندان باز هم با شما خواهیم بود. با شما بودم میرزا جان فرخاری در برنامه ستاره ریز. تا برنامه‌های دیگر، خدا یار و مددگارتون. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. Дар канали Hakim TV бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. Ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. Агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.